سلام علیکم. حال شما چطوره؟ خوبید؟ امیدوارم همیشه خوب باشید. تو این ویدیو قرار درباره کیا سلتوس صحبت کنیم. یه ماشین خیلی باحال و فوق‌العاده و مخصوصا اینکه تازه هم نسخه جدیدش معرفی شده. فکر کنم تقریبا یه روزه که معرفی شده، اگه اشتباه نکنم 1-2 روزه و یه خودرو فوق‌العاده است. یه ماشینیه که به نظر من خیلی خوب بوده، ولی به نظر من با این تغییراتی که رخ داده توش و نسخه جدیدش هم اومده دیگه به نظر من خدا شده و واقعا بی‌نظیره. یه خودرو خیلی خوبه. همین اولم یه چند تا نکته ازش بگم چون حیفه تا همین بحث داغ من در موردش صحبت نکنم. اول این یه عکس خیلی خوب ازش بزنیم رو صفحه بمونه که داریم صحبت میکنیم. این عکس ستاییشه. حالا من اگه یه عکس بهتری هم بشه جور کنم فکر کنم خوب باشه. این یکی از عکساشه، ولی به نظر من یکی از عکسای دیگهش که نماهای دیگهش که آدمو میکشه یکیش اینه، یکیشم اینه. این هم خیلی به نظرم قشنگه. این یکی از نماهای خیلی فوق العاده این ماشینه. و یه چند تا نکته بگم قبل از اینکه بحثو شروع کنم. فکر میکنم که حتما باید بگم چون اصلا طاقت نمیاره نگه. این ماشین خیلی خداست به خاطر اینکه چند تا ویژگی فوق العاده داره. یعنی یه ویژگی هایی داره که یا ندارن خودروسازی ها و مدل هاشون یا خیلی کم پیدا بشه، ولی بیشتر رو همون هولوش ندارن اصلا تا اینکه کمتر پیدا بشه. و اونم اینه که این ماشین چند تا ویژگی فوق‌العاده داره. یکیش اینه که یه قیمت خیلی مناسب داره، یعنی تقریبا جزو کف قیمت خودروهاست. و ویژگی بعدش هم اینه که خیلی کاربردیه و خیلی خوبه، یعنی خیلی به درد بخوره، یعنی قشنگ امکانات بیشتری به ما میده. و کلا اصلا پلتفرمش پلتفرم خیلی باحاله، یعنی یه پلتفرمیه که همه خوبی ها رو با هم جمع کرده تو هم، یعنی که ترکیبی از ماشین سواری و قیمت و سواری منظورم سدانه، این ماشین معمولی مثلا چه میدونم مثل همین کورولا و این ماشین معمولی و هم یه ویژگی فوق‌العاده داره، یعنی با همون قیمت اومده یه بدنه بزرگتر، یک ویژگی های شاسی بلندگونه طور توش گذاشتن و این خیلی فوق‌العاده است. یعنی تقریبا تو کف قیمت قرار میگیره و همه چیش هم فضاییه، یعنی طراحی بی‌نظیر، طراحی فوق‌العاده. یعنی هم طراحی بیرونیش فوق‌العاده است، هم طراحی داخلیش فوق‌العاده است، هم قیمتش فوق‌العاده است، هم امکانات و آپشناش فوق‌العاده است. و به نظرم از اون ماشینایی که میاد که به شدت بتره کنه، میاد که فروش خیلی سنگینی رو تجربه کنه، چون دست رو جای خیلی خوبی گذاشته. به نظر من این از اون ویژگی‌های فوق‌العاده‌اش. بعد کی همینو داده بیرون؟ شرکت کیا، یه شرکتی که خیلی باحاله، خیلی خودروهای قشنگ و جوان پسند و خیلی زیبا و خفنی رو میده و این بی‌نظیره. خب حالا اون چیزای اصلیشو که من گفتم، اون یه تیکه‌ای که طاقت نمی آوردم نگم و گفتم، حالا سعی میکنم در مورد بقیه‌اش بگم و شروع کنم بحثو شروع کردن. یکم در مورد شرکت کیا میگم و بعد میام سراغ این مدلش. خب شرکت کیا یه شرکت کره‌ایه، تقریبا میشه گفت این مجموعه شاید از این مجموعه هیوندای باشه و این دوتا کره‌ای هستن و ماشینه خیلی فوق‌العاده‌ای میدن بیرون. خب هر شرکتی یه فرمول مخصوص خودشو داره، فکر میکنه که اگه اون فرمول استفاده کنه به موفقیت میرسه. مثلا همین حرفا که میگم نظر شخصی منه. مثلا من فکر میکنم به نظرم فرمول شرکت تویوتا توجه خیلی زیاد به کیفیت در همه جنبه هاست، یعنی از کیفیت قطعات گرفته تا کیفیت خدمات پس از فروش و داستانهای دیگه، یعنی کیفیت با اختلاف زیاد، کیفیت خیلی زیاد.
به خاطر همینه که ماشینش تو کل دنیا شرکت تویوتا خیلی معروف شده و خیلی فوق العاده است و شرکت تویوتا تبدیل شده به بزرگترین یا یکی از بزرگترین، فکر می‌کنم بزرگترین باشه، یا اگر بزرگترین نبود احتمالاً یکی از بزرگترین شرکت‌های خودروسازی دنیاست از لحاظ تعداد فروش. و خب می‌بینن دیگه و یه خودروهای خیلی فوق‌العاده‌ای تولید می‌کنه. اون فرمول شرکت تویوتا بود، ولی فرمول شرکت‌های کره‌ای مثل کیا و هیوندای چیه؟ فرمول شرکت‌های کره‌ای اینا هم کیفیتشون خیلی خوبه، یعنی اون کیفیتش افسانه، اینم کیفیتشون خیلی خوبه. قطعاً کیفیت این مثل کیفیت افسانه اون نیست، ولی اینم کیفیتش خیلی خوبه. ولی این توی فرمولش چیزای دیگه هم داره، طراحی و حالا شاید بگم امکانات آپشن واقعا بی‌انصافی باشه. بهترین جمله که میشه گفت به نظرم اینه که ماشینای شهری برای آدمای شهری، یعنی ماشینایی که یعنی تقریبا حالا این کامل نیست، دقیق هم نیست، ولی تقریبا حدوداً میشه گفت مثلا انگار وقتی داره ماشین طراحی میکنه و میخواد بفروشه، انگار مشتریاش کسایی هستن که تو شهر رفتار شهری گونه دارن. یعنی چی؟ یعنی تو شهر زندگی میکنن، رفتارشون خیلی ملایمه، میخوان برن سر کار، صبح بلند میشن از خونهشون که تو همون شهره میرن سر کارشون که تو همون شهره و کارشون هم ربطی به ماشین نداره و اینا توی جاده خیلی گوگلی مگولی واسه خودشون میرن سر کارشون رو انجام میدن، آخرام کارشون که تعطیل میشه با همین ماشینه برمیگردن خونهشون. یه خونه تا کار تا خونه، یه فروشگاه، یه مهمونی، حالا چند وقت یه بارم یه مسافرتی پیش بیاد اینجوری. یعنی چند تا ویژگی داره. یک، رست ماشین رو نمیکشن و یه ویژگی دیگه هم که داره باشه با ماشین کار نمیکنه. یعنی یه نفر نیاد فردا بگه که من میخوام با ماشین کار کنم ولی خب این اونجوری مثلا خودروی تویوتا با من راه نمیاد. خب معلومه این به نظرم با اون دی طراحی نشده. ولی واسه کسی که کم مصرفه و ماشین رو بیشتر برای چیز میخواد، برای مستقل بودن میخواد، یعنی میخواد ماشین از خودش باشه، میخواد با ماشین خودش بره، یه ماشین خوب باشه و خودش هم شهریه دیگه، تو همون شهر، زیاد هم تو شهر بیرون نمیزنه. حالا چی بشه استثنایی، حالا ماهی یا چند بار در سال یه مسافرتی هم بره که اون انقدر نظرم استثناست که همه ماشین اوکیه و تو شهر بیشتر و اینا خیلی ماشین فشار نمیاد و تامینگاه بغل دستشه و خیلی اذیت نمیشه و اینا. به نظر من ماشین خوبیه. و نکته جالب و عجیب ماجرا اینجاشه که این جمعیتی که میگم، یعنی اینایی که زندگی شهری، رفتار شهری و اینا رو دارن، جمعیت خیلی عظیمیه، خیلی خیلی عظیم. اکثریت آدما رست ماشین رو نمیکشن و اکثریت آدما هم با ماشین کار نمیکنن. خب این معنیش یعنی چی؟ یعنی ظاهرا تویوتا فکر کرده فرمول خیلی خوبی و دست گذاشته روش که واقعا فرمول خوبیه، ولی کیا و هیوندای هم رو فرمول دست گذاشتن که اونم خیلی فرمول خوبیه. اونم این که ماشین شهری برای آدمای شهری با نیازهای شهری. ممکنه یه سری بگن نه این ماشینا آپشنای خوشگل مشکل دارن، طراحی خوب دارن و کیفیتشون هم که به اون نمیرسه. این اصلا حرف اصلا اشتباهه. این ماشین اصلا برای اونا طراحی نشده. این ماشین برای یه قشر دیگه به نظر من طراحی شده، برای آدمایی که با ماشین کار کنه یا حالا هر کسی که اصلا کلا خیلی انتظارش از کیفیت بالاست. به نظر من یه دنباله یه سری کیفیت عجیب غریب میگرده. به نظر من خیلی شاید جزو جامعه هدف این شرکت ها شاید نباشه. اینو نظر شخصی منه و اینم یه نکته. پس فهمیدیم فرمول شرکت هیوندای چیه؟ ماشین شهری برای آدمای شهری. خب آدمای شهری چی میخوان؟ ماشین با طراحی شهری میخوان. قطعاً یه ماشین نمیخوان که توی بزرگراه‌ها و بین شهرها و نمیدونم توی جاده‌های عجیب غریب کارو در بیاره. از اون طرف ماشینی میخوان که چه میدونم میره سر کار، میاد فروشگاه، میره مهمونی، بچه‌شو رو از مدرسه میاره، مهد کودک میره، نمیدونم کارهای دیگه میکنه. این ماشین خوشگل باشه، باحال باشه، بچه خوشش بیاد، خودش خوشش بیاد، قشنگ باشه، امکانات داشته باشه، ظرافت داشته باشه، طراحی داخلش خدا باشه، طراحی بیرونیش خدا باشه، پر از آپشن باشه و
از این داستانا، از این چیزا. و واقعا هم شرکت هیوندای و کیا از اون شرکتایی هستن که به نظر من مثلا یه جمله خیلی جالبیه، شاید خیلی هم ساده باشه، شاید هم دقیق نباشه، ولی که مثلا با یه قیمتی واقعا ته ماشینی که میشه ساخت و میسازن. این هم خیلی جمله سنگینی، یعنی خیلی از شرکت‌ها همین کارم نمی‌کنن. یعنی واقعا میگن با این پول حاجی چقدر میتونیم، چه ماشین ته ماشین که واقعا میتونیم بسازیم که هم خودمون یه پولی گیرمون بیاد و هم مشتریش کنه چیه واقعا چیه. خب اونا همون ماشینا رو میسازن دقیقاً. و اینه. و بعدم توی قسمت طراحی و اینا باز هم اصلا توی یک عالم دیگه زندگی میکنن اینا. مثلا الان خیلی از شرکت‌های خودروسازی الان اینجوری هن که یکی یه ماشین میزنه یا بقیه مثلا ازش کپی الهامی چیزی معمولا میگیرن بعضیاشون و همشون نه، ولی خیلی هاشون اینجوری هن کپی میکنن، مثلا الهام زیاد از حد میگیرن، یا مثلا ماشینشون خیلی خوشگل، مشکل نیست، قشنگ نیست، اصلا خوشگلی هم بیخیال، اصلا طراحی خیلی خفنی نداره، ولی واسه شرکت هیوندای و کیا اصلا اینجوری نیست، طراحی کاملا منحصر به فرده. قطعا الهامات در سطح یه حد خیلی کمی همیشه هست، اصلا قابل انکار کردن هم نیست، ولی یه الهامات خیلی کوچولو موچولو خیلی فرق داره با کپیای خیلی سنگین و ماشینای بیریخت و افتضاح که اصلا آدم میمونه میگه خود با خودش میگه که آخه چطور ممکنه تو این زمانه‌ای که ما الان این همه داریم پیشرفت میکنیم تو همه حوزه ها، یه شرکتی مثلا جونش بالا میاد یه صفحه نمایش درست درمون بذاره تو ماشینش، بعد آخه آدم همین جور میمونه. چطور ممکنه این همه داره طراحی‌های خفن اختراع میشه، این همه سبکای جدید داره اختراع میشه، این همه فوق‌العاده همه چی داره میره جلو، این همه چی داره به کمال میرسه و ما هنوز ماشینایی داریم در پیت و افتضاح و آدم نگاهش میکنه انگار ماشین مال 50 سال پیشه. اصلا آدم میمونه. تنها یا یکی از تنها شرکت هایی که آدم مطلقا همچین حسی توش بهش دست نمیده شرکت هیوندا و کیاست. هم هیوندا هم کیا جفتشون اصلا خدان به نظرم. و آدم احساس میکنه آها دارم یه ماشین امروزی واقعا سوار میشم، امروزی مدرن، کلکم نمیزنه، چه میدونم با یه دونه چراغ و با دوتا رینگم کارو در نمیاره، کامل همه چیش مدرنه، هم بیرونش مدرنه هم داخلش مدرنه، کلک نمیزنه بیرونش رو یه کمی بزک کنه، داخلش رو که میری میبینی باز ماشین 50 سال پیشه، یا نمیدونم بزکش نمیکنه با دوتا رینگ و اینا که اون رینگ هم میتونه از یه جا دیگه بگیره. این خیلی هنر نیست، کامل آدم حس مدرن بودن بهش دست میده. یعنی مثلا آدم میشینه این موبایل ها رو میذاره کنار هم، مثل اپل و سامسونگ و این گوشی‌های جدیدشونو، بعد میذاره، بعد گوشی‌های مثلا 15 سال پیش هم میذاره، 15 سال یعنی هنوز وارد 30 سال پیش هم نشدیم، گوشی 15 سال پیش هم میذاریم که با اینا چه افتضاحایی بودن، چقدر افتضاح. 15 سال پیش نمیگفتیم این گوشی ها افتضاح، ولی الان که خدای من چقدر این گوشی افتضاح بودن. گوشی 15 سال پیش اصلا فاجعه بودن. توی دنیای خودرو هم دقیقا همینه. خیلی کم شرکتی داریم مثل همون گوشی ها به روز باشه، خیلی هاشون اکثرشون مثل اون گوشه 15 سال پیشن. یعنی وقتی ماشین خوبا رو نگاه میکنی اون ماشین دیگر رو نگاه میکنی خود به خود میفهمی که چه جوری دارن رفتار میکنن، چه وضعشه. و شرکت کیا و هیوندای از اون شرکت هست که فوق العاده است، آدم کیف میکنه، اصلا حالش خوب میشه. یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که آدما باید تصمیم گیریشون همیشه باید مجموعی و برآیندی باید باشه، نباید تکی باشه، نباید یه دونه مؤلفه یا پارامتر رو ملاک قرار بدن، باید مجموعه ای از پارامترهای مختلف و معیارهای مختلف و ملاک قرار بدن. یه عالمش آره کیفیت مهمه، خیلی هم مهمه، ولی طراحی هم مهمه، حس خوشحالی هم مهمه، حس افتخار کردن به خودم و تصمیمم هم مهمه، حس حال خوب من هم مهمه،
حس عزت نفس من خیلی مهمه، حس حال خوب زن و بچه منم مهمه، حس عزت نفس زن و بچه منم مهمه. خب یه ماشینی بگیرم که بچه‌م جلو مهد کودک یا مدرسه میبینه، به جای که شرمنده بشه سرشو بندازه پایین، خوشحال بشه، یه جورایی مستقیم یا غیر مستقیم حتی افتخارم بکنه به این ماشین. البته به اشیا که نمیشه افتخار کرد، منظور اون افتخار به اون تصمیمیه که گرفته شده. یا مثلا اون شوهرش یا همسرش افتخار کنه میگه آره. یعنی بیشتر افتخار به کالا نیست، افتخار به هوشمندی در تصمیم گیریه. میگه آره منم یه همچین چیزی هست، یه همچین چیزی گرفتم و حال خودش خوبه، حال بقیه خوبه، همیشه حالشون تو ماشین خوبه، همیشه حالشون بیرون ماشین خوبه، اصلا بقیه این ماشین رو میبینن حالشون خوب میشه. اصلا چقدر بهتر از این. حالا همش که نمیشه یه پارامتر گرفت وسط بگیم نه کیفیت مهمه و بقیه چیزا هم بیس از اول. نه، این مجموعه ای از پارامترهاست که اتفاقا توی این مجموعه از پارامترها هم همیشه که این عمل کردشون توی کهکشان دیگه بوده، اصلا فوق العاده است. وقتی ما مجموعه و برآیند میذاریم یه طرف میبینیم چقدر اینا فوق العاده ان، چقدر بی‌نظیرن و فوق العاده است. حالا پس این فهمیدیم شرکت کیا چه جور شرکتی. حالا فرق شرکت کیا و هیوندای چیه؟ شرکت کیا و هیوندای تفاوتش مثل همن دقیقا، یه تفاوت خیلی ریز دارن. تفاوت ریزشون هم دقیقا توی یه شاخه فرعیه. جفتشون ماشینشون طراحیشون خداست، جفتشون فوق العاده‌ان، جفتشون تمام اون ویژگی که گفتمو دارن. تقریبا میشه گفت کیا یه ذره جوان پسندتره، یه ذره اسپورتی تره، یه کوچولو جسورتره. هیوندای یه ذره پرستیژی تره، یه ذره سنگین تره، دقیقا مثل بنز و بی ام و. بنز و بی ام و هم همینه. بی ام و یه ذره جسورتره، اسپورتی تره، یه ذره جوان پسندتره، یه ذره مرسدس یه ذره پرستیژی تره، یه ذره سرسنگین تره. فکر کنم واسه مرسدس و هیوندای پرستیژی تر کلمه مناسبی باشه و واسه کیا و بی ام و جسور بودن و اسپورتی بودن، جوان پسند بودن کلمه خوبی باشه. مطلقاً از هم دیگه هیچ وقت کپی نکردن و اصلا هم مثل شرکتی نیستش که بگیم اینو هیوندا رو از رو بنز زده، کیا رو هم از روی بی ام و زده. مطلقاً همچین حرفی نیست، اصلا اینا توی دنیای دیگه هن. و نکته شاهکار ماجرا اینجاشه که هیوندا و کیا ماشینایی میدن که واقعا به نظر من حتی اون جمله منم نقض میکنه که میگم که واقعا با این پول بهترین چیزی که میشه داد چیه، چون حتی از اون پول هم بیشتر میدن. یعنی یه چیزی میدن که اصلا تو بازار پیدا نمیشه تقریبا و فوق‌العاده است، واقعا بی‌نظیره. معلومه که وقتی که سرمایه گذاری میکنی بهترین طراحهای دنیا رو، کره زمین رو یا خیلی از بهترین طراحهای کره زمین رو استخدام میکنی، یک و دو ریشا قیچی میدی دستشون همین میشه. وقتی که اولا خیلی استخدام نمیکنن بهترین طراحا رو، دو وقتی که استخدام میکنن انقدر اذیتشون میکنن و محدودشون میکنن که حتما اینجاشو باید اونجوری بسازی. حتما خود تو که بلد نیستی از طراحی هم چیزی حالیت نمیشه، چیزی هم از طراحی سرت نمیشه، خب ذوق اون طراح هم کور میکنی. اونم به جای که ماشینای خدا بده مجبور میشه یه آتشغال بده که فقط مطابق سلیقه تو باشه. وقتی که اینا رو میای آزادشون میذاری، حمایتشون میکنی، کمکشون میکنی، معلومه ماشینای خدا خلق میکنن. معلومه از شرکت تو با اون ماشینای افتضاحات میان بیرون، میرن یه شرکت دیگه بهشون بالا پر داده میشه، حمایت میشن، کمک میشن، یه ماشینای خلق میکنن که ماشینای تو رو با اون عظمت بزنن به راحتی. خب معلومه همین اتفاقا میفته و تو شرکت کیا و هیوندای این اتفاق زیاد میفته که طراحای خیلی خدا ماشینای خیلی خدا میدن بیرون و اینم فوق العاده است. این در مورد فرمول کیا و هیوندا و کلا تو دنیا چه خبره. حالا بریم سراغ قسمت بعدیش، این
تو حوزه مدل ها و قیمتاشون. بیایم سراغ همین مدل کیا سلتوس. خب اول از همه بگیم همیشه یک چیزی، یک مقیاسی مشخص کنیم، یک نقشه داشته باشیم که بفهمیم ما کجاییم، اینجا کجاست. خب قیمت ماشین، نوع ماشین یعنی چیزی که بهش اسمش گذاشت ماشین، نه هر چیزی که 4 تا چرخ داره و نوعه، یعنی یه حداقل هایی هم داشته باشه. تقریبا قیمت یک ماشین نوش از 20 خورده هزار دلار شروع میشه تا 130 خورده هزار دلار. فقط ماشینایی در نظر گرفتم که بابت پولی که میدن، یعنی پول برند و این چیزا رو زیاد نمیخورن و محصولات خیلی خوبی هم میدن و مردم به درد مردم عادی هم میخورن. خیلی چیزای خاص و اینا هم حساب نکردم. 20 خورده هزار تا مثل تویوتا کورولا، 130 خورده هزار تا مثل کادیلاک اسکلیت. حالا این قیمت این سلتوس کجاست؟ یه جاییه که آدم اصلا فکش میفته. تقریبا هم قیمت همون کورولاست، یعنی تقریبا هم قیمت یه ماشین سدانه. ماشین سدان یعنی همون ماشیناییه که سواری طوره، مثل چه میدونم 405 سمندی، نه به اینا میگن سدان. و تقریبا هم قیمت اونه، ولی تقریبا شاستی بلنده، چون نمیشه گفت کراس اوور. واقعا کراس اوور گفتن به این ماشین به نظر من خیلی ظلمه به این ماشین، چون کراس اوور یه ذره کوچولوتر میزنه. مثلا الان توی اینجا مثلا این ارتفاع ماشینه دیگه، مثلا کراس اوور مثلا میخوره تا اینجا ها مثلا باشه، تقریبا یه همچین چیزی شاید. مثلا طول ماشینم مثلا به جای که از اینجا تا اینجا باشه، مثلا از اینجا تا اینجا ها باشه، مثلا یه همچین چیزی مثلا کراس اوور میشه. اینو واقعا نمیشه بهش گفت کراس اوور. به خاطر همینم به نظرم یه چیزیه بین کراس اوور و شاسی بلند. البته به نظر من حرکتش به سمت کامپکت SUV، حالا خودش میگه ساب کامپکت SUV، ولی به نظر من داره میره به سمت شاسی بلنده جمع و جور. و اینو داریم ما. بعد این تقریبا هم قیمت کورولاست، یا تقریبا هم قیمت کورولا کراسه. خب ولی با یه طراحی فضایی فوق‌العاده و یک چیزا که اصلا بی‌نظیره، خیلی اصلا. حالا تو اون قیمتی که گفتیم از 20 خورده هزار تا 130 خورده هزار تا، اینم قیمتش از 20 خورده هزار تا شروع میشه. نسخه فول این ماشین فکر کنم به زحمت به 30,000 تا یا 31,000-32,000 تا مثلا برسه، همچین چیزی. یعنی از قیمت خیلی خوبه. و پس فهمیدیم یعنی کجاست الان توی اون رنج قیمتی ماجرا رو فهمیدیم این تو چه صنفیه. و از اون ماشین هاست که به درد همه میخوره. حالا الان ترند ماشینا چیه؟ الان ترند ماشین کامپکت SUV هاست، یه چیزی مثل تویوتا رف4، یک کوچولو از این بزرگتر، یه ذره خیلی کم، یا ماشینای دیگه هست. حالا نکته طلایی این ماشین چیه؟ نکته طلایی اینه که تقریباً بازم میگم تقریباً اندازه کامپکت SUV یا فضا و اینا و امکانات داره، ولی قیمتش از کامپکت SUV ها هم کمتره. مثلا فکر کنم اگه اشتباه نکنم قیمت این مثلا از 20 خورده از 21,000 تا احتمالاً شروع میشه، نسخه فولش میرسه به 30 خورده 32,000 تا مثلا. قیمت رفور مثلا از اگه اشتباه نکنم از 24,000 تا 26,000 تا همچین چیزی شروع میشه، نسخه فولش هم میشه 44,000 تا مثلا. بعد حالا اینم تقریبا مثل همونه دیگه، تقریبا از لحاظ ابعادی مثل همونه و امکاناتی و اینا، از لحاظ طراحی که به نظر من این که اصلا تو یه لیگ دیگه است اصلا. و قیمتش از اونم خیلی کمتره، یعنی تو نسخه فولش هم کمتره. اون قیمت نسخه فولش میشه 40 مثلا 4,000 تا تقریبا، این نسخه فولش میشه 33,000 تا یا 32,000 تا یا همچین چیزی تقریبا. نه که میگم همه حدودیه، به کشور به کشور و مدل به مدل و همه چیز میتونه تغییر کنه، تقریبا یه همچین چیزی. بعد پس اینم از این کلاسی که پرطرف داره، این کلاس سایز خود رو.
حالا پس این همچین ماشین داره میده، به درد همه آدما میخوره. همه آدمایی که مجردن، تنهان، 2 نفرن، 3 نفرن، 4 نفرن و خیلی ماشین خوبیه، خیلی خوبه. خیلی هم بعد این ماشین یه ویژگی دیگه، مزیت فوق‌العاده‌ای هم داره. حالا یه سری از مزیتاشو گفتیم مثل اونه، شبیه اونه، قیمتش کمتره، ولی یه مزیت هم داره که خیلی فوق‌العاده است. اونم اینه که ترکیبیه. اصلا این ماشین یه فرمول خیلی خاصی داره. فرمولش هم اینه که تقریبا همون ماشین سدانه، یعنی از لحاظ مصرفی و قیمتی و اینا، مصرف سوخت و قیمت و اینا، ولی ابعادش اندازه تقریبا شاسی بلنده و مناسب شهر هم خوب هست. یعنی یه ماشین جمع و جوریه که تو شهرم خیلی خوبه. یعنی انگار نه انگار که این ماشین شاسی بلنده، انگار یه ماشین معمولیه. یعنی یک ماشین سدان رو تصور کنید، این ماشین رو ارتقاش بدید از لحاظ راندمان، از لحاظ راندمان قیمتی. یعنی تو خیابون ارتفاعش خیلی مهم نیست، اون طول ماشینه که مهمه واسه پیچیدن و ترافیک و این داستانا. حالا چی میشه ما همون یه دونه ماشین سواری داشته باشیم که خیلی سایزش کوچیکه، معمولا چرخاشو ببریم نزدیک کنیم به انتهای ماشین و ارتفاعش هم بکشیم بالاتر. خب وقتی این کارو میکنیم چه اتفاقی میفته؟ نتیجهش اینه که آدمایی که تو ماشینن فضای خیلی عظیمی پیدا میکنن و خیلی کارشون راحت میشه. این ماشین دقیقا همونه. یعنی از لحاظ ابعادی ارتفاع رو که در نظر نگیریم تقریبا یه ماشین معمولیه، یه ماشین سدان کوچولو موچولوه، ولی از لحاظ ارتفاعی شاسی بلند خیلی باحال میشه. خیلی آدما توش راحت ترن، خیلی بهترن و قیمتش هم خیلی خوبه با توجه به اون چیزایی که میده به آدم. فوق العاده است. من خودم خیلی عاشق این ماشین شدم. خیلی به نظر من خیلی چیزای فوق العاده داره که اصلا مردمش فکر نمی‌کنن. و پس اینم یه نکته. ترند فهمیدیم کامپکت SUVیه، یعنی یه کوچولو از این بزرگتر، یه ذره به نظر من تقریبا هم اندازه این، و اینم اوکیه و اینم خیلی خوبه چون قیمتش از اونم خیلی کمتره و از اون طرفم خیلی جمع و جور و خوبه. جمع و جور از لحاظ ترافیکی خوبه، ولی جادار از لحاظ ارتفاعی خیلی خوبه. یعنی خیلی خوب تونسته راندمان رو ببره بالا تو با حفظ همون طول تقریبا یه فضای خیلی خیلی بیشتر به ما داده و این فوق العاده است. طراحی فوق العاده، امکانات خیلی فوق العاده و یکی از اون ماشینای خیلی بی‌نظیریه که من خیلی دوستش دارم. و پس اینم در مورد این گفتیم. حالا طبق همیشه توصیه همیشه اینه اگه کسی میخواد ماشین بخره، ترند الان که کامپکت SUV یه ذره از این بزرگتر، تقریبا یه کوچولو، ولی ترند آینده خودروها قطعاً خودروی سه‌ردیف صندلیه، شاسی بلنده سه‌ردیف صندلی. خب پس الان ما تکلیفمون چیه؟ اگه واقعاً پولتون میرسه به 40 خورده هزار تا 50 خورده هزار تا، برید اون سه‌ردیف صندلی رو بخرید که گفتم ترند آینده است. ولی اگه اونقدر بودجه ندارید، این ماشین فوق العاده است. این ماشین به نظر من بی‌نظیره و واقعا با توجه به اون توضیحاتی که دادم برای آدمای شهری و زندگی شهری و اینا، با استفاده خیلی سبک خیلی خوبه. اینم در مورد قیمتش گفتم، در مورد کلاس خودرویی و اینکه این تو چه فازیه و این ماجراش از چقدره. مصرف این خودرو هم خیلی کمه، یعنی یه مصرف خیلی خوب داره، یه قیمت خیلی خوب داره، یه طراحی خیلی خوب داره. کلا یه ماشینی که به نظر من با توجه به جایگاهش خیلی خوبه. حالا توی اون که گفتم ترند چیه، پس قیمت کف خودرو شد 20 خورده هزار تا، سقف خودرو شد 130 خورده هزار تا، اینم از 20 خورده هزار تا شروع میشه، نسخه فروش هم میشه 30 خورده هزار تا، 32,000 33,000 شاید همچین هولوشی باشه احتمالاً. مردم دنیا معمولا چه ماشینی میخرن؟ من روی 40 خورده هزار تا 50 خورده هزار تا میخرن، ولی جمعیت کسایی هم که دنبال ماشین ارزون ترن با بودجه کمترم خیلی زیاده. به خاطر همین به نظر من این ماشین در فروش قوقا خواهد کرد
و بدجور همه چیزای خوب و درست و کنار هم قرار داده و به نظر من بی‌نظیره. به نظر من فوق‌العاده بی‌نظیره و اینم هست. خب در مورد اینای صحبت کردیم، در مورد یک کمی کلیات و فلسفه‌ش و به چه دردی میخوره و به درد کیا میخوره و چه جوریه و قیمتش خوبه و اینا یکم صحبت کردیم. فکر کنم دیگه بریم سراغ طراحیش حرف بزنم و اینا. خب این ماشین تولید میشه، ولی این تصویری که شما دارید مشاهده میکنید این تقریبا 1-2 روز معرفی شده. یعنی نسخه قبلیش این شکلیه. بذار من نسخه قبلیشو نشون بدم. نسخه قبلی این بذار جلوش اول نشون بدم که بگیم جلوش چه شکلیه. این جلوش تقریبا این شکلیه یا این شکلیه یا این شکلیه. نسخه قبلیش چه شکلی بود؟ این شکلی بود. پس تفاوت خیلی عظیمی شاهدش هستیم. این نسخه قبلیشه، این نسخه جدیدش که به نظر من بی‌نظیر شده. به نظر من میتره کنه تو فروش، چون خیلی همه جوره خوبه. یعنی یه برایند وحشتناک بالایی داره، یک برایند خیلی خوبی داره از لحاظ قیمتی و منطقی و طراحی و خود. به نظر من از اوناست که قشنگ شخ میزنه بازارو و لازم دیدم که هر چه سریعتر حتما در موردش صحبت کنم، یک کلیپ بسازم که همین کلیپه و در موردش صحبت کنیم. به نظر من از اوناست که میاد که شخ بزنه. حالا بیایم در مورد طراحیش صحبت کنیم. یه عکس، یه تصویر خوب از جلوش، همین فکر کنم خوب باشه. یه نمای خیلی فوق‌العاده جلوشو داریم. یه جلو پنجره خیلی بزرگ و شیک و فوق‌العاده داریم. چراغای بی‌نهایت خوشگل و جسور و بی‌نظیر. داره ترندا رو نزدیک میشه دیگه. ترندامون چیه؟ ترندامون خطوط نازک، حالت جعبه‌ای شکل، یه همچین چیزایی، طراحی مدرن، اینا رو داریم. یه جلو پنجره فوق‌العاده، یه چراغای بی‌نظیر، خیلی جسارت و خیلی شیکه. ماشینه کیا خیلی شیکن. بعد شیکیشون مثل شیکی بی ام دبلیو میمونه، یعنی شیک خیلی پر از پرستیژه. یعنی هم کیا هم هیوندای جفتشون پرستیژو دارن، جفتشون هم شیکن، فقط مدل شیک بودنشون فرق میکنه. یکی پرستیژش بیشتره شیکیش کمتره، یکی شیکیش بیشتره پرستیژش یه ذره از اون کمتره، ولی بازم جفتشون یه عالمه شیکی و یه عالمه پرستیژ دارن. خیلی خوبه. یک طراحی فوق العاده. لوگوی کیا رو داریم، هجده‌ای خیلی استادانه. این قسمت پایینیشو داریم. یه نمای جلوشه، یه نمای دیگه‌ش هم ببینیم فوق العاده است. یه نمای خیلی زیبا و باحالی. حالت این خطوط موازی که توی جلو پنجرش کار شده خیلی بی‌نظیره. این یه طراحی دیگه از جلو شدنیم. حالا بریم سراغ طراحی کناره هاش. میبینیم فوق العاده است. اینجا دیگه بی‌نظیر شده. یه طراحی خیلی خوب، یه هجده‌ای هنرمندانه خطوطی که داره باز جسارت و فریاد میزنه. از جا خطوط میاد که شکستشه، میاد که حمله کنه، ولی همچنان بی‌نهایت شیکه و قراره فوق‌العاده باشه. این نما رو داریم بی‌نظیر. رینگا که اصلا هر چقدر هر شرکت تو دنیا خوب باشه توش، به نظر من استاد کامل اول و آخرشون قطعاً هیوندای و کیان، مخصوصاً کیا که تو رینگا که اصلا میکشه آدم. اینقدر رینگای فوق‌العاده‌ای میزنه. رینگاش هم جسورانه، طراحیش هم جسورانه، همش. بعد جسورانه خدا، نه جسورانه که آخرش گند بزنه، یه جسورانه که واقعا قرار آدمو یه رنگ دیگه شدنیم. میبینیم بازم یه رینگای خدای دیگه. مکم ببینم میشه این تصویر رینگ اونو درشتر کنیم. آره میبینیم چه رینگای فوق‌العاده‌ای، چقدر زیبا. یه تصویر خیلی بی‌نظیر از اینجا رو داریم، کناره رو داریم. حالا یه ذره بریم عقب‌تر. اینجا رو داریم. پشتش هم که دیگه یه دور دیگه آدم‌ها میکشه. چراغای بی‌نهایت جسورانه و شیک، فوق‌العاده خوشگل، فوق‌العاده قشنگ. باز خطوطی که داره تا اینجا میاد بی‌نظیره، واقعا بی‌نظیره. یه طراحی قشنگ. حالا یه نکته هم بگم، اینجا که گفتم
قیمتا رو داشتم میگفتم، معمولا هرچی قیمتا ارزون تر میشه، قیمتا یعنی میاد پایین به همون 20 خورده هزار تا نزدیک میشه، معمولا خودروها خیلی بیریختر میشن، خیلی زشت‌تر میشن. خب طبیعیه وقتی قیمت خودرو میره بالاتر خودروها خوشگل‌تر بشن، ولی معمولا تو قیمتای پایین خیلی خودروی زشت و بیریخته داریم. خیلی هاشون اینجوریان، نه همشون ولی خیلی هاشون زشت و بیریختن. میتونید چک کنید، برید بقیه خودروها نگاه کنید تا ببینید که این دقیقاً چه شاهکاریه. این نمای عقبش رو داریم به چراغ‌های فوق‌العاده بی‌نظیر. باز تصویر از عقبش ما پیدا بکنیم. این هم یه تصویر دیگه شاهکاری، رنگ فوق‌العاده، خدای من. یه طراحی فوق‌العاده کناری شو داریم، بالا شو داریم، بی‌نظیر. آفرین. یه نمای دیگه رو داریم فوق‌العاده زیبا، فوق‌العاده خوشگل، باز با رینگای دیگه. یه ذره من زوم کنیم ببینیم بیشتر رو ببینیم، میبینیم فوق‌العاده است این خودرو. بی‌نظیره. و بعدم یکی از دیگه، باز میگم با این قیمت همچین ماشینی معمولا نمیدن، اونم یه از همچین شرکت خدایی. اینم از رنگا و چیزهای مختلفشو داریم اینجا. دیدیم نسخه‌های مختلفشو، طراحی بیرونیشو. حالا یه نگاهی هم به طراحی داخلیش بندازیم که به نظر من فوق‌العاده است. توی طراحی داخلیش، این یه طراحی داخلش رو می‌بینیم، یه کلیتشو، این رنگ مشکیشه می‌بینی، یه رنگ مشکی سفید طور هم داره، یه رنگ دیگه هم داره که به نظر من شاهکاره، خیلی زیباست. خب ما اول از این رنگ، من رو همین رنگ توضیح میدم چون مثلا این رنگ خیلی خوشگله و بیشتر آدم هم احتمال از اون رنگ خیلی خوششون بیاد، چون خیلی هم لاکچری طور میزنه، هم شیکه، هم خوشگله، هم دلبازه، هم آدم کیف میکنه. خب یه طراحی داخلی فوق‌العاده، یه صفحه نمایش خیلی بزرگ داریم، خیلی خفن، خیلی قشنگ، خیلی کاربردی، خیلی پر استفاده. یه فرمون خدا داریم، یه فرمون چند لیتر خیلی خوشگل، خیلی خوب، خیلی باحال، یه طراحی خیلی زیبا، خطوطی که باز اینجا هم جسارتش حفظ شده، باز توی چیزهای مختلف میبینیم. اینجا دست دنده که کنار فرمون قرار گرفته و کار خیلی درستیه و خیلی هم به حالت نوستالژیکی رفتار میکنه، باید مثل سویچ بچرخوندش، خیلی باحال. اینجاها اون دست دنده و اینا خیلی حذف شده و دنده اومده اینجا خیلی یک پارچه تر و شیکتر و خوشگلتر و باحالتر شده. یه فرمون فوق‌العاده، امکانات خیلی باحال، یه رنگ، ترکیب رنگ خیلی فوق‌العاده. حالا من یه کمی رو اینجا زوم کنم یه ذره جزئیات رو بهتر ببینیم. یه فرمون دو رنگ خیلی باحال رو داریم، بدون دکمه روی فرمون و امکانات و آپشن ها رو داریم. یه صفحه نمایش فوق‌العاده و دکمه های ضروری فیزیکی که خیلی استادانه اینجا کار شده. میبینیم دریچه های هوا چقدر شیک و فوق‌العاده هن، آفرین. صندلی رو داریم، این قسمت رو داریم، خیلی طراحی مینیمال و فوق‌العاده و خیلی شیک و بی‌نظیر رو داریم، آفرین. این از این قسمت طراحی اینجاش. یه نمای دیگر رو داریم، این قسمت ها رو میبینیم، اون چیزاشو میبینیم، اون قسمت هایی که برای زیباش در نظر گرفته شده، فوق‌العاده است. یه نمای خیلی خوب و عالی، یه نمای کمی واضح‌تر و نزدیکتر از مایل کنار فرمون داریم، فوق‌العاده است. اینم خیلی زیبا و خیلی عالی. امکانات و آپشن های دیگر رو داریم اینجا، میبینیم اون نور خیلی زیباتری که اگه اشتباه نکنم و امکاناتی که اینجا خیلی خوب قرار گرفته، بی‌نظیره. یه تصویر دیگر رو داریم اینجا، باز فوق‌العاده است. خب این تصاویر این قسمتاشو دیدیم، رنگای دیگه هم داره، اینم یه رنگ مشکی سفید طورشه، فوق‌العاده است. اینجا میبینیمش برای اون کسی که حالا این مدلشو دوست دارن. یه دونه هم داریم یه حالت تیره تر رو داریم، اینم برای افرادی که دوست دارن، ولی فکر میکنم اونی که هم آدم ها، زن و بچه و اینا همه خوششون بده احتمالا این رنگه باشه. و این
رنگ بیرونش هم رنگای خیلی خدایی داره. فکر کنم یکی از اون رنگایی که زن بچه خوش میاد یکیش اینه، یکیش هم اینه. احتمالاً رنگای دیگه هم شاید معرفی بشه. نمای عقبش رو دیدیم، این نماش دیدیم، شاهکاره. خدای من چقدر خوبه. یکم زوم بکنیم ببینیم کیفیت بیشتری میتونیم داشته باشیم. میبینیم یه داریم یه چراغای فوق العاده. آفرین. راست این نسخه تمام چرخ متحرک هم داره احتمالاً، یعنی تموم چرخهای ماشین بهش نیرو وارد بشه. میدونید که اکثر ماشینا فقط به 2 تا چرخشون نیرو وارد میشه، نه به همه چرخشون. یعنی 2 تا چرخش هرز میگرده. مثل 2 چرخه هست که چرخ جلو هرز میگرده، ولی چون فرمون رو چرخ جلوه اوکیه. خودرو هم یکی از چرخاشون 2 تا از چرخاشون میچرخه، 2 تا از چرخاشون هم معمولا هرز میچرخه. ولی فرقش با 2 چرخه اینه که مثلا خودروها 2 تا چرخ جلوشون نیرو بهش وارد میشه، فرمون هم رو هم 2 تا چرخ جلو معمولا، و اون 2 تا چرخ عقب معمولا هرز میگرده. ولی تو تمام چرخ متحرک که اینم نسخه تمام چرخ متحرک هم داره، اگه داره احتمالاً اونم انتخاب کنید، خیلی فوق العاده باشه. تموم چرخا بهشون نیرو وارد میشه. خودشو کجا نشون میده؟ جای لغزنده و لیز و سربالایی ها و اینا خیلی خودشو نشون میده. خب بالاخره نمیگیم آفرود، ولی خب تو استفاده شهرم بالاخره لغزندگی و اینا هم پیش میاد دیگه. اون راحت تر میتونه کارو در بیاره. تو سربالایی هم خیلی خوب کارو در میاره. و اینم تصاویر دیگه شو دیدیم، فوق العاده است این ماشین. خب ما که تصاویر طراحی بیرونیش رو دیدیم، طراحی داخلیش هم دیدیم، پس یه نگاهی هم بندازیم به طراحی و بیرونی و داخلی نسخه قبلیش. یعنی این نسخهش میبینیم که نسخه اینی که دیدیم چقدر از این نسخه قبلیش بهتر شده. و اگه طراحی داخلیش هم اینجا داشته باشه که من ببینم شاید جالب باشه. نه خب الان نمیتونم ببینم، ولی طراحی داخلیش هم خب خیلی بهتر شده. من یه نگاهی بندازم به همون چیز خبریشون که خودشون منتشر کردن. این عکسایی که نشون دادم همه رو همینا رو نشون دادم، همشون مال همینجا بوده. در مورد خیلیشو توضیح میدم، خیلیشم توضیح نمیدم، چون من ازم بعضیش نیاز به توضیح داره، بعضیش توضیح دادم، بعضیش هم نیازی به توضیح نداره. حالا اگه خواست کسی میتونه اینجا نگاه کنه. خودرو جدید معرفی شده، در مورد امکانات و ویژگی و زبان طراحی‌هاشون صحبت کرده، در مورد مشخصات فنی و نمیدونم آپشن‌ها و چیزهای مختلف و نسخه‌های موتورهای مختلف صحبت کرده، نمیدونم ویژگی‌های ایمنی صحبت کرده. اینجا دیگه قشنگ به عدد داره تمام مشخصات فنیشو میگه. نسخه تمام چرخ هم داره، بله، هم نسخه 2 چرخ داره هم نسخه تمام چرخ. نسخه تمام چرخش میتونن انتخاب کنن و بقیه ویژگی‌ها دیگه ویژگی‌های خیلی خوبی داره و خیلی هم جادارتر شده از نسل قبلی. خب ما که جدید رو دیدیم، حالا علل حساب قبلی رو یه نگاهی هم بندازیم، چون جدید همین قبلی است که خیلی ارتقا پیدا کرده. یعنی هرچی معمولاً قاعدتاً باید احتمالاً این باشه، هرچی تو قبلیه هست احتمالاً تو اینم باید باشه. و ببینیم تو قبلی هم چیا داشته. این مصرف سوخت خیلی فوق العاده، یه قدرت موتور خیلی خوب، ویژگی‌هایی که اینجا بهش اشاره کرده. حالا قطعا میدونیم توی نسخه جدیدش خیلی مدرن تر شده، ولی حالا اینجا هم به یه سری ویژگی‌های دیگه‌اش اشاره کرده. اینم طراحی داخلیش بود نسخه قبلیش. میبینیم دیگه طراحی داخلی اینو یه لحظه با طراحی داخلی جدیده یه نگاه بندازیم، تفاوت رو متوجه بشیم واضح‌تر. این طراحی قدیمیه، خوب بهش نگاه کنید. یه فرمونی که خیلی یه ذره قدیمی طوره، یه صفحه نمایشی که باز بالاخره طراحیش یه ذره قدیمی تره. اینم نسخه جدیدش، همه چیز خیلی شیک‌تر و خیلی جمع و جورتر و جعبه‌ای‌تر و باحال‌تر و خوشگل‌تر و این داستانا. باز امکانات و ویژگی‌های دیگه اینجا بهشون اشاره کرده. نسخه قبلیش رو می‌بینیم، قیمت هم می‌بینیم دیگه، از چقدر شروع میشه
تا چقدر شروع میشه. این هم نسخه مختلفش داره. این از 23,000 تا شروع میشه، بخشی نه از 21,000 تا 3,000 تا شروع میشه. و اینجا تصاویر رو نمال نسخه قبلیشه، سیستم صوتی خوب و ایمنی و اینا. خب ایمنی همیشه جزء مهمیه. در مورد ایمنی خود رو هم باید صحبت کنیم. ایمنی خود رو خیلی مهمه، یعنی از اون چیزاست که ازش نمیشه ازش گذشت، چون جان آدم‌ها اینقدر بارزشه که نمیشه براش قیمت تعیین کرد. حالا جدا از اون سنسورها و اینا که داره، معمولا شرکت‌های ایمنی خودرو رو تست میکنن و معمولا بهشون یه نمره و امتیازی میدن. اون نمره و امتیاز میتونه خیلی برامون جالب باشه. یکی از شرکتایی که این خودرو رو تست کرده، حالا جدیدش احتمالاً تست نکرده باشه چون احتمالاً نیومده باشه، هنوز نرسیده باشه دستشون، یا شاید هم رسیده باشه دستشون طول بکشه تا نتیجهش بیاد بیرون. ولی خب طبق سابقه‌شون بریم بررسی کنیم. مثلا شرکت مثلا مؤسسه ایمنی NHTSA که مال آمریکاست، اومده اینو بررسی کرده، نسخه مثلا قدیمی ترش شد 2024 2025 رو بررسی کرده، معمولا نمره خیلی خوبی گرفته، نمره 5 ستاره است. 5 ستاره رو زیاد گرفته و این خیلی خوبه. میبینیم حتی 2026 هم 5 ستاره از 5 ستاره است، پس احتمالا اون نسخه 2027 حساب بشه. 5 ستاره معمولا تو این سال گذشته نمرات خیلی خوبی داشته، بس ایمنیش هم خیلی ایمنی خوبی میتونه باشه. و ایمنی هم چند تا بخش داره دیگه، یکیش اینه که ایمن باشه، یکیش هم اینه که سعی کنه اصلا تصادفی اتفاق نیفته، یعنی هی عدم برخورد داشته باشه که اصلا تصادف نشه که حالا بعدش بخوایم ببینیم فکر کنیم چیکار کنیم. عدم برخورد هر جا احساس کنه که تصادف قطعیه یا ممکن تصادف قطعی بشه میزنه رو ترمز. این خیلی خوبه دیگه. مثلا تو شهر یه لحظه میخواید بپیچید، یه آدم یا یه ماشین یا یه چیزی میاد جلو و تا ما بخوایم پامون رو ببینیم و تصمیم بگیریم که پامون رو بزنیم رو ترمز، معمولا برخورد اتفاق میفته، این خودش یهویی میزنه رو ترمز. این فوق العاده است. آدمو از درد سر و هزار تا کار نجات میده. در مورد این چیز خبریش صحبت کردیم، در مورد نسخه قدیمیش صحبت کردیم، در مورد ایمنی صحبت کردیم، تصاویر طراحی بیرونیش. حالا می‌بینیم اینجا یه طراحی خیلی مدرن و یه پس زمینه خیلی فوق‌العاده و حس خوب و این داستانا. این تصاویرش دیدیم، باز تصاویر مدرن و خطوط موازی و عرضم به حضورتون پس زمینه موازی خاکستری ترمانند و یه همچین چیز. مدرن ها رو اینجوری مثلا نشون میده، رنگ‌های مختلف داخلش و چقدر هم خوشگله این ماشین خدای من و ویژگی‌های مختلفش. خب ما در مورد چیزهای مختلف این ماشین صحبت کردیم. یه ماشینیه به نظر من بی نهایت دوست داشتنی، بی نهایت خوب و بیشتر از دوست داشتنی اون خیلی خوبه این ماشین. یعنی یک بازاری رو هدف قرار داده که همه میگن که این ماشین اگه بیاد احتمال خیلی زیاد شخ میزنه بازارو، چون خیلی همه خوبی ها رو بدجور با هم داره که خیلی از شرکت ها حتی نصف خوبی های اینا رو ندارن، یعنی نصف اون نمرات براینده این هم ندارن و این خیلی به نظر من خوبیه و یه ماشینه که با یه قیمت خیلی 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 ارزون امکانات خیلی 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 زیادی میده نسبت به قیمتش و این فوق العاده است. خب ویدیو ما هنجای پایان خودش میرسه. خیلی خوشحال میشم اگه از ویدیو خوشتون اومده حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید، نظرتون بنویسید، من حتما کامنت ها رو میخونم. اون نوتیفیکیشن، اون زنگوله رو فعال کنید. میخواید بلافاصله جدیدترین ویدیو ما بخیر شید، حتما اون نوتیفیکیشن، اون زنگوله رو فعال کنید، با دوستانتون به اشتراک بذارید و به امید دیدار. خدا نگهدار.